اسلام میگه در زندگی باوری نباشه، در زندگی محبت نباشه، در زندگی حرمت نباشه، او زندگی را برهم ته. این قرآن ماه. همین باور نداره در یکدیگری، محبت نداره در یکدیگری، حرمت نداره در یکدیگری، این آدما جهنمی میشن. زندگی نامه زید ابن حارثه را قطعی مادرمان زینب بنت جحش خانه. این بچه خان رسول اکرم بود، اینش دختر عمه پیغمبر خدا. یا دیگرش حرمت نکردن، انم خیلی بود باوری نکردن. به درجه رسیدی پیغمبر گفت زید دوزختی میشی. بچه‌م سرتشه. بچه خونش بود. سر داد زینب مادرمان، ایدهشون برآمدن و زینب خشون گرفتن جناب پیغمبر. یعنی برای چی گرفتن؟ در اسلام بچه خواندگی هم نیست. بچه خون و اتخون نگوی، نکاح درست است. یعنی معنی گپ چیه؟ زندگی ده حرمت نباشه، زندگی ده باوری نباشه، زندگی ده که احترام نباشه، چون میکنم که زندگی رو خیر؟ باید باوری کنن ما در کجاییم، باوری کنن ما آدمای تازه‌ایم. باوری که نکردن این زندگی را برهم ته بهتره. برای این زندگی آدم غم میتیه و به حرمت میشه آدم. و میشه مادرش حقارت میکنی، پدرش حقارت میکنی، و مادری تر حقارت میکنه، پدری حقارت میکنه، به درجه میشه و که به طلاق اومده میرسه. همین روز زیاده 7 آدم مراجعت 3 طلاق کرده اینجا. این همین ریشش نمینای. انا که سر میتیه 3 طلاق میکنه، به زنه گریه کردن میبیم اینجا میگرده که یا بالا کنی من فتوا یوی، یا بالا کنی فتوا یوی. من فتواش همین اگه شهمرد میشه برادر، تو چی خیر زن تا شو میتی اخی ای شوش که برام بعد حلال میشه. این همین راه داره. 3 طلاق کردی شهمرد میشه دیگه. همین دیگه راه نداره. 3 طلاق شوهرش میتی ای همو که برآمد همو میگیریمش حلال میشه. برای این برادر یکمش که همین کارا رو نکنی. دویمش که همین خواهرای اسلامی هم ای همین سببا باید ایزو کشن اخی. چی به این قدر صف بی‌وزن زیاد شده؟ این ریشش انمینه. حرمت نیست، باوری نیست. حرمت و باوری نمون دیگر. حرمت و باوری که نباشه، احترام نباشه. گفته است احترام و باوری محبت نباشه، قرآن میگه جدا شوی. و زندگی رو باید عاشق باشه به یکدیگری. زندگی رو باید عاشقانه کنی. زندگی رو باید ایری باوری کنی. زندگی رو باید ایری حرمت کنی. این مسئله فقهی برادرو. این مسئله رو هم نگویم نمیشه واقعی. یک مسئله فقهی رو آموختن برابر 100 رکعت نماز نفل ای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. این مسئله رو شوخی نفهمی برادرو. فرزنداتون ایو تعلیم ته فقه موای. صف گرفتن شوخی نیست. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم با دستای مبارکشون زانوی آدمو رو، پای آدمو رو میکشیدن، راست میکردن، پر میکردن. حتی میستادن در محراب میگفتن فلانی راست بیست، فلانی صف پر کن. میگفتن شما از کجا ما رو میبینی فرستاده خدا؟ میگو خداوند من در 2 چشم دیگه دادگه در پشت سر مای شما رو نمیبینی. معجزه رسول الله هم است که پیغمبر در پشت سرشون چشم داشتن. یعنی من میبینم شما رو راست که فلان اختا. برای همین صف گرفتنش شوخی نکنه. این شوخی نیست، این هزل نیست. طریق صف انامین یکتاش همین. دوم برادرو مسئله پوشیدن لباس. لباسای تنگ پوشیدنش مکروه تحریمیه. هر کسی که لباس تنگ میپوشه این شوخی نیست. رانی پاش میتوه، دنبش میتوه، مایه هاش میتوه، سینه هاش میتوه، معلوم میشه و قفسای سینهش، همون نوکای مقصد قفسای سینه معلوم میشه. این مکروه تحریمیه. ایتگی مایکای تنک یا کرتای تنک کوشش کنه برادرو. لباسا را کوشش کنه که عضومو نتوه. لباس تنگ جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت دلالت میکنه از ایمان تنگ. کسی لباسای تنگ میپوشه و یا ایمانش تنگه. لباس مسلمان باید کشاد باشه. کوشش کنیم. چی خیلی که دیدن مرد، دیدن زن حرامه در مسئله یعنی تنگ پوشیدن، دیدن زن ها مرد هم حرامه. شما گمان نکنه که فقط راحت مرد میکنه، اوان با چشم بد نگاه میکنه انسان ها. این دم گناهکار میشیم ما. لباس را کشاد پوشه. لباس را کشاد پوشه. لباسی دریدگی نپوشه، این حرامه. صاحب فقه ما درباره کتاب مقصد لباس پوشیدن لباس ها میبیاره، رد المحتار فتاوای شامی. لباس های دریدگی را منع میکنه.
либосҳои поргина иҷозат метаҳад ба он шарте кишвар фақир бошад. ҳамин замонда фақирия барои либос. агар навша наёфтӣ, ҳамин дуюмдараҷа либосҳои беҳтаринае, қимат не, беҳтарин либосҳои дуюмдараҷа мери ай ҳамунҷа мегири як ов мешӯша мешавад намозӣ. ҳаст ё не? ягон баҳонааш нест. ягон баҳонааш нест. ҳатто пайғамбари мо дар асри 6 либосшона симғ мекардиянд. химчистка. симғ чӣ мешавад? рангҳо мекардан либос, хушки рангҳош фасон шавад, мепӯшидиянд. ин нав буромад. ино пайғамбари мо дар ӯ аср мекарданд. либоси мо бояд кушод бошад. либосҳои даридагӣ напӯшед. худованд фақирӣ мебиёрад хонадони он марде ки либоси даридагӣ мепӯшад. ҳадисай худованд бад медидай бандаере ки либоси даридагӣ мепӯшад ва мехоста ки аллоҳ ҷалалу шаънуҳу асари неъматоша дар бадани бандаҳош бина. ҳадиси имом муслим ривоят мекунад. беҳтарин либосро пӯшед, тоза, кушод, зиёдтар либоси сабзу сафед пӯшед. агар намешавад ҳама намуча пӯшед. фақат сирхи баланд макрӯҳай назди фиқҳи ҳанафӣ, барое ки марбути занҳои диққат ҷалб кунандаай. кӯшиш кунем либоси мусулмон сиёҳ, зард, сабз, сафед ва пайғамбари худо сабзу сафеда дӯст медоштад ва кафанотона сафед кунед гуфт. ман дӯст медорам сафеда, либоси аҳли биҳишт ку сафедай, сабзай. ана ин либоси танг пӯшиданаш макрӯҳи таҳримияй. ин фиқи моай. дар ҳолати намоз либосҳои танги мову шумо дастонмон калтай, куртаи остин калтаву майкаи остин калта қати хондани намоз зарурат намоша макрӯҳай. дар ягон ҷо расули акрам саллаллоҳу алайҳи ва саллама остиншон остини пайғамбар дар навчиликш мерасид. ӯ ҳадисое ки ривоят мекунанд ҳазрати ҷобир таниллучхон ва ҳадисои оҳода ва як ровӣ ривоят кардагай ва ҳадисои машҳур нест. ривояти машҳур тамоми 4 халифаи мора остинш дар навчиликш мерасид. ягон зарурат боша ягон ҷо ва майлаш, ғайри зарурат макрӯҳ. сари лучам ҳамчунин. пайғамбари мо дар саҳиҳ бухорӣ, саҳиҳ муслим 6 китоби саҳиҳ ҳадисҳои саҳиҳ мода бобе ҳаст бо номи боби амома, саллаи расули акрам. пайғамбари мо салла доште, ақаллан ҳамин тоқимонем. вале мо намегем салламони акоғу, ҳатто ки фиқи мо ҳанафиё вастуҳсина лиламвоти аламамату. дар ин китобо мебиёрад ки вастуҳсина нек шуморидан фуқаҳои ҳанафӣ мурдаҳода салла бастана. ҳамин салларо дар мурдаҳо нек шуморидиянд. мустаҳаб будае ки шумо салла банде, салла қади гур кунӣ мурдаҳотона. ака ози ҳамин мурдаҳои мо набандан, дигар зинда салла намебандад. ҳамин мурдаҳоро ба салла гур накунад, ин зиндаҳо талхкафа метарсани ай либоси расул метарсем. яке мебинанд мемонанд ягон чӣ меша гуфта. ва пештара муисафеда як саллаи хушрӯ доштанд. охи ҳамон ба салла бозор мерафтанд, ба салла рафта савдо мекарданд. саллаҳошон буд, ҳамин қадар зебо буданд, ҳамин қадар хушрӯ буданд. чо мекунанд? ақаллан ҳамин намозомона ба салла хонем. дар ҳамаи саҳиҳ, дар тамоми китобҳои саҳиҳ ҳадисҳои мо боби ҳаст бо номи боби амома. боби чӣ? амома, салла. пайғамбари акрам гуфта ҳар касе як ракат намоза ба салла мехонад, баробарди 70 ракаати бесалла савоб дорад назди худо. ҳамин намозаро мо барои чӣ мехонем? ин ҳамчи саллада мондаги мо барои мурдаҳо бошам. ақаллан ҳам муисафеда ҳамин намемонад дар вақти намоз. ай ҳамун ҷо мо овардем, ҳамин ҷо мондем 3-4 дона ки давҷо ки ҳамино салла монанд. ана ҳамин ин суннати расули акрам ай. барои ҳамин либоспӯширо мусулмон бояд аҳамият бародарон. ҳама намуд либосо пӯшед, даридагиша напӯшед. ин замон бисёр дар замони бадавлатӣ ай, ва замони халифагиҳо нестан бечора ӯ замон набуд. ҳама намуд либосо пӯшед, тангша напӯшед. ҳама намуди либосо пӯшед, даридагиша напӯшед. ҳама намуди либосша пӯшед, кӯшиш кунед остин калташа напӯшед. агар намоз дуруст ҳам шавад макрӯҳ кароҳият дорад, куртаҳои остиндароз пӯшед. ин мусулмонда намезеба. мусулмон ай ҳамин чиро фарқ мекунад. либосҳои нависондагӣ ҳарчи напӯшед ва расми аллоҳу расми муҳаммад навиштаги либосҳоро напӯшед. ва ин даромадани ҳоҷатхона мутлақ ҳаром аст. ва ин даромадани ҳамом мутлақ ҳаром аст. ва номи худо охи чӣ номи худо қади дурини ҳамом медроӣ?
این مسئله را برادرها جدی بینیم. این مسئله های مهمه. چهارم مسئله تلفن برادر. این مسئله این شوخی نکنه. مسئله را بسیار در حالت های دعوت، در حالت های نماز همین تلفن ها مردم غم میتین. طبق فتاوای امروزه علمای ازهر مصر و علمای کویت، علمای سعودی، علمای پاکستان، علمای زاهدان مجموعاً فتوا دادن حتی که تلفن در حالت ویبریاسیا در نماز ماندن در بدن اگر غرس کنه همه مکروه تحریمی بوده. زیرا اینکه این فرزند ما در گرو بوده. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند فرزنداتون در گرو در زلاج نکن او را آزاد کنه. حضرت فرزندامون چه خیلی آزاد کنه؟ گفت که یک گوسفند بوزه دست پاش شکنه پزه او را با مسکین و تمامی رفیقاتون خره فرزند شما از گرو آزاد می شود. او چی گروه حضرت؟ گفت جین هست با نام ام سیبیان. یک جین بوده شیطان بوده نام او ام سیبیان بوده. گفت در اخلاق و در علم و در توفیق و در ایمان و در آدمگری فرزندای شما ضرر میرسانند. وقتی شما همین عقیقه را میکنه خدا همون جین ضرر شای فرزندای شما دفع میکردن. ما حکمتایی را نمیدونیم ولی عقیقه را میشه یک صنعت های چی یک بزرگی های حق پدری. در اینجا نام فرزند مانده میشود، موی سری او تراشیده میشود، بعد از او توی ختن سوری او کرده میشود به یک گوسفند. قرآن وصف میکنه که ابراهیم ملکوت آسمان و زمین دید. ملکوت چیه؟ آسمان و زمین چیه؟ چگونه دید او را؟ اگر میگه شما لختک باز دیده باشه یک از لختک در بازی میدروره، همون لختک باز که در دستش همون تنابای در بازی میدروره. لختک قدیم ما گپ بزن و بازی میکنه حرکت میکنه، ما لختک تماشا میکنیم. اما لختک باز ما بسیار ما فکر نمیکنیم کی را در بازی میدروره. ابراهیم آمد میگه او این دنیا را مثل لختک دید، لختک باز کف کیه شب میبیاره، ای کیه روزا میبیاره، ای کیه شمال بیدار میکنه، ای کیه من خواب میکنه، ای کیه که من یک قطراب سوخته، ای کیه کاف کاف میگه رب به خدا رسید. برای همین پیرو ابراهیم شوید. این تمدن ابراهیم 10,000 سال پیش از سرزمین میبیا که یک سوزنک در اوجا نمیرویه. من حاجی ها رفتگیم یک سوزنک نمیرویه. همون سرزمین آبادیش بینه، این رزق بینه، این خوردنه بینه، این آبرو مرتبهش بینه. حتی که انسان ها محبت میکنن. کل دنیا را اگر ما جمع کنیم، کل دنیا را اگر ما بیاریم، قسم به خدا در یک ثانیه مکه برابر نمیشه. در یک ثانیه مکه برابر نمیشه. برای همین پروردگار واقعا حضرت ابراهیم بوده پیروشون گردانه و عمر ابراهیمی تیشانه و از همون عقیقه و از همون بزرگی ها ما و شما رو بنصیب. 5 چیز طرفی مادر میرفته، علم و اخلاق یک جای طرفی مادر میرفته. آدم علم قدی اخلاق ای مادر به شیر میگیره. همون منطقه تربیه و آداب داره مادرش مادرای بزرگم. انا این جهاد علما بها میتیم منطقه را. اون منطقه دز داره، اون منطقه که رهزن داره، به تربیه داره، بد اخلاق داره، بد زبان داره، به معنی داره. برادر نترس مادری بد داره و ای مادر همون چیز را یاد گرفته. برای همین همیشه در حق مادرای همین منطقه اسفرا و همون کریستانو دعا کردن در کارای فیض دامن همونا بود که شما به همین درجه رسیده. فیض آغوش همونا بود. ما خواهش میکنیم که من بعد دخترها و کلینا و میدحکای داره مثل همون مادرها تربیت کنیم، مثل همونا به وای رسانه. زیرا که میخوایم که همخالی فرزنده به دنیا بیارن، همخالی فرزنده به دنیا بیاین. قاری قرآن زیاد همون منطقه، علمای عظام در همون منطقه، حتی که نغز میدانه. قاری عبدالسمه یکی از بزرگترین قطبها در دهه 90 بود. ای همون منطقه شما بود. اکثریت علما همونجا رفتن از تدریس گرفتن، تعلیم گرفتن. در منطقه ما بعد اندیجان در آسیای میانه دویم در مسئله قاری قرآن همون منطقه ها میستاد. این دلالت از پاکی دامن مادرها میکنه. بازم مسئله زنده تامین. من امروز مادر با یک دوست رو یک به دنیا آورده. ما میخواهیم که نسل اجدادی باری به اخلاق کلان شود. نسل اجدادی باریم پرچم بردار همون فرهنگ و دین و دیانت منطقهش باشه. همین اسلام، همین دین. هر یک منطقه را بها میتین، هر یک منطقه را چیکار میتین؟ عزت میتین. خالد ابن ولید
در جنگ یرموک مسلمان ها را صف میکشه، میگه اولین نفر شما هسته که به قلب دشمن هجوم میکنه، میگه صفی یکم پاهاشان میلرزه، 2 قدم پیش میزنه و نظر میکنه، میگه شماها را آچه های ترسانچک شیر داده گیه. آچه که ترسانچک باشه آدم گردش میلرزه، آچه که زور باشه انمون جوان مرد و ابر مردایی که در تاریخ نامشون ناترس موندگی در اسلام و یا مادرای ناترس دارن و یا شیری مادراشون پاک بدگه، شیری مادراشون پهلوان بدگه. برای ما شکر میکنیم که انمی قم مادر خیلی شیری پاک پهلوانانه داشته که در این سرزمین ها ما میبیاییم با دین مونه پیش میبریم، در این سرزمین ها میبیاییم و کلمه خدا را بلند میکنیم، از آیین خدا از دین مون میگیم، از اون حکمت خدا گپ میزنیم. این حکمت خدا را به چشم بیرید چخل آباده، این انمی خیلی آباده حکمت خدا، دوام دهنده انامین حکمت خدا. امروز ما عقیقه را جشن گرفتیم، این همینه عقیقه، این سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. عقیقه از آقا گرفته به معنای آق، نافرمانی. هر کسی پدر و مادر رو نافرمانی کنه آق میشوه. هر پدری که در فرزندش عقیقه نکنه وی هم آقی فرزند میشوه. عقیقه همین کلمه میگن که بچه‌شو آق کرده، یعنی که نافرمانیش کرده. حق پدر یک تاش همین بوده که در حق دخترکش و بچهش یک گوسفند، یک بوز، هر چیز قربانی میشه و ذبح کنه، او را هم میشه طعام پزه، خیش تبارا را دعوت کنه. بعضی روایتات میگه هوای پخته مسجد بره. حتی که در همین قوام دین بخاری در فتواش میبیاره میگه حتی استخوانای همین عقیقه را کوشش کنه در کوچه و در پرتوگاه ها نپرتایه، زیرا استخوان عقیقه همش برکت ده، جا گوروش کنه. در قرآن در یگان جاش نیامده که پیروی نوح و پیروی آدم و پیروی این فقط ایمان بیاره میگه و خلاص که پیغمبرا بودن، اما قرآن میگه پیروی ابراهیم باشه. اینا بینه پیروی ابراهیم باشه. چی با پیروی ابراهیم؟ آدم میگه ساخته خدا های، نوح نوحگر خدا های، موسی کلیم خدا های، پیغمبر میگه حبیب خدا های، همش عنوان دارن. ابراهیم میگه خود ساخته خدا های. آمد پیش مادرش گفت خدایتی کیه؟ گفت پدرت. پیش پدرش آزار میره خدایتی کیه؟ میگه بتو. از اونجا میبیاید محتاب خدا میگه که محتاب شب میشینه، آفتاب خدا میگه آفتاب شب میشینه، ستاره ها را خدا میگه ستاره ها نابود میشوند. میگه نه آخه خدا باید نابود نشوه، خدا باید این نشوه. همین تا کوفته میره به خدا میرسه. ایری کوفته به خدا رسیدن تمام بشر خدا میگه پیروی ابراهیم شوه. ابراهیم خودش خدا را کوفته یافت، نصیب کنه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حتی فرمودن که برای فرزنداتون عقیقه کنه. عقیقه فرزندای شما را از همون ضرر چکار میکنه؟ حفظ میکنه. این حق پدریه. در یک روایت دیگر فرمودن که حق فرزند در ذمه پدر 4 چیه؟ یکم ایحسن اسمه، نام نیکش مونه، بچه ها را نام خوشرو مونه. پیش امیر المومنین حضرت عمر میبیاین امر میکنه که حضرت من این بچه من حرمت نمیکنه، بچه من رو میزنه، بچه من این میکنه. و میپرسه که نامش چی موندی؟ بچه دست میبرداره میگه امیر المومنین همین مود عظیمه اتومون حق داریم؟ میگه بله. میگه چی حقه؟ میگه که نامی نیک. میگه همین پدرم نامی مرا جعل مونده. جعل گفته اصلا خما گمبوسک میگیم، یک نوع قنغوزکی هسته، خما قنغوز میگم یا گمبوسک میگه. میگه نامی من همین مونده، من مسخره میکنن. حضرت میگه نظر میکنه و میگه پیش ای آخ کردنی فرزندت خودت آخ شدی. چی با نامی بیزه میمونی بچه تا که مسخرش میکنن؟ یکم حق پدر و مادر همینه که فرزند نامی نیک مونه. دویم حضرت در جواب گفت که فرزنداتون صاحب علم و دانش کنید. این حق پدری 4 چیزه. یکتش من عقیقه. الحمدلله دعا میکنیم که پروردگار همین عقیقه را برای ما فرهنگ گردونه، برای ما سنت گردونه، سنت اجدادی گردونه. هر یکی ما این سنت عملی کنیم تا اینکه فرزندامون از ضرر ابلیس و از ضرر جنها و از تمام بلا و آفتایی که بالای سر فرزند نبیا با واسطه این قربانی و با واسطه این گوشت عقیقه خدا برطرفش کنه. این خیر پروردگار قبول گردونه. از آفت و بلاها خداوند ما و شما را نگهبان باشه. عاقبت به خیر برای ما و شما خدا بیاره. هر آن نفرایی که در عالم قبر خوابن
از این خاندان امید فاتحه دارن، خداوند جاشان جنت و گورشان پر نور گردانه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگن سیاتی علی امتی زمانون، یک روز در آینده فرا میرسه به برای پیروای من که به حد اسلام در روی عذاب و امتحان میبیا، سنت من خار میشه. ای حضرت چیکار کنیم؟ گفت در وقت خار شدن سنت من شما اگر یک سنت من از زنده کنه اجر 100 شهید میگیره. در همین حالت خیلی سنت پیغمبر پامالای با جوانمردای هستن که با عقیقه میکنن، فرهنگ رسول اکرم زنده میکنن. اولین انسانی که در سینی 86 سالگیش خوش به تیشه دست توی سنتی کنده این بابامون ابراهیم است. پیغمبر با خدا با پیغمبرش گپ میزنه که حبیب محمد صلی الله علیه و سلم لو ان اولکم و آخرکم، اول شما آخر شما، انس شما جین شما، دانشمند شما جاهل شما، دارنده شما فقیر شما، نیرومند شما به نیروی شما اگر جمع شوه یگان کس رزق کم کرده نمیتونه، یگان کس رزق زیاد کرده نمیتونه، یگان مخلوق خلق کرده نمیتونه و برای مخلوق اجل و هوا و عمر مقرر کرده نمیتونه. حبیب محمد صلی الله علیه و سلم بحر دیدگی هستی، اگر در داخل بحر یک سوزن پرتای مخلوق از همون سوزن برداره و تماشا کنه، چنقه بحر همون سوزن آوشه جمع میکنه. گو هیچی، گو حالی مخلوقان هیچ رحمت من نمیدونن، ولی هیچ را ندیدیم، ولی هیچ را نمیدونن. گوشانه که رحمت من ای غضبم بالا های، ای رحمتم خلق کردم. هر یک آدم دیجا ششتگیه این امضای خدا های. هر آدمی رو روش نگاه میکنه امضای خدا رو به یاد بیاریم. من این دوست رویه کم امضای خدا بود خانی شما آمد. هر کس امضای خدا رو حرمت نمیکنه و وای انسان نیسته. هر یک ما مهر خداییم. برای هر یک ما حدیث امام طبرانی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن ملائکه هست که وظیفه‌دار خلق آدم خلق میکنه، راست میکنه، زیر عرش خدا میرفته سجده میکرده، میگه پروردگارا نرینه خلقش کنم یا مدینه، بچهش خلق کنم یا دختر، امر میشه فلان نقطه رو همونجا در سجده کن، دیگر ملائکه میبیاره همون خطی که اون نره اومده. هر یکی ما با یک سجده خدا به دنیا آمدگیم، اما محیطی بعد، رفیقی بعد، اویلهی بعد، پدری بعد، مادری بعد، برنامهی بعد ما را از همون خدا دور میکنم. اینجا ده هیچ کس آیین خدا را گناهگار کرده نمیتونه. گناهگار محیط خمونه، گناهگار نفس خودمونه، گناهگار اختیار خمونه. در بین 18,000 عالم یگانه مخلوق آدمه که خدا برای او اختیار داده گیه، دیگر یگان چیز اختیار نداره. همه چیز در اساس گن، در اساس انمو غریزه، در اساس شهوات نفس خود زندگی میکنه، مگر آدم که خدا برای او اختیار داده. من اختیار داد ما خودمان اسلام برگزیدیم، الحمدلله مسلمانیم. امروز اما 2.5 میلیارد مسیحی هم و اختیار کردیم. امروز خود میدانه که 15 میلیون یهودی هست، 1 میلیارد زیاد قریب 2 میلیارد مقصد دیگه بودایی بود پرست هست، 1.5 میلیارد مسلمان هست. هر کس به اندازه دین خودش، به اندازه اختیار دینش انتخاب میکنه. برای همین در اساس انتخاب خودمون خدا در حق ما قضاوت میکنه. امروز خدا در حق ما قضاوت کرده که ما مسلمانیم، در عقیقه اشتراک کردیم. این بسیار نعمتی بزرگه، به اختیار خودمونه. دین خدا مجبوری نیست. در یگان جای قرآن نیامده که پیغمبر مردم مجبوری جنت بیاد. در یگان جای قرآن نیست که پیغمبر مردم مجبوری دوزخ بر. ابلاغش که رسمش نصیحتش که قبول کرد نور علا نور، قبول نکرد اصلا غم نشو، اصلا دلگیر نشو. من نیاوردم میگه این قرآن که تزیق شوید. من همینجا اومدیم عقیقه رو خوردیم، شیشتیم، راحت کردیم.
اگر نیستیم ما به نماز هم باشیم خیال کردیم که حکمت خدا کم بغل بشود. اگر نیستیم ما پروای پیغمبر هم نداشته باشیم پیغمبر عبورش دو میشود. اگر کل زمین خدا در حکمتش سر خم نکنه با چشم سر من حکمت خدا را بینه. من با چشم سر دیدم حکمت خدا را. اگر همه ما در اینجا نماز نخونیم جمعه نخونیم حکمت خدا را به چقدر عبوده. حتی پیغمبر طایف میروند پیغمبر ضرب و دشنام خودی ای طایف بیرون میکنن. خدا وعده میکنه که حبیبم اگر آدما تو را حرمت نکنه ایمان نبیارن دعا که همش نصف میکنم من برای تی جنها را وظیفه دار میکنم دینی تو را پیش میبرم. ما نکردیم دیادا میکنم. کی میگفت که در این سرزمین ما روز میبیاییم عقیقه جشن میگیریم؟ کی میگفت را؟ این قلم تقدیره. ولی بعد 50 سال ای پشت ما نسل بنیاد میشه که این سرزمین ها را به دین خدا آباد میکنم. پیغمبر طایف رفت بعد از او گفتن طایف در حقش دعای بد کن. دیگر پیغمبرها در حق این طایف دعای حق مردمش دعای بد کردگیان. گفتن تو دعا نمیکنی که غمو دادن؟ گفت نه من دعا میکنم که پروردگارا ای پشت مردم طایف مردم رته که خدمت دین خدا را کنم. ای پشت وی نسلای آمدن که اسلام بخارا آوردن. ای مردم طایف مردمای آمدن صحابه هایی که اسلام آوردن در بیابانای اروپا برده رساندن. برای همین ای پشت مالی نسلای به دنیا میبیا که در اسلام را خدمت میکنن. این همین جمعه ما شیشتیم برای ما یکی از بزرگترین فرهنگ این فرهنگ حضرت ابراهیم است. 10,000 سال پیش آمد این خانه را ساخت رفت. 10,000 سال ده شما میدانید چقدر امپراتورها نصف رفتن. ایوه یک چیز باقی نمونده. اما از بابامون پدرمون ابراهیم انا این برای ما و شما فرهنگ زنده مانده. این مومنین خدا را بین در اطراف این ثروتمند هم هست فقیر هم هست دارنده هم هست نادار هم هست بیمار هم هست. حتی میدانه که پادشاه و سلطان های دنیا در گرد این میدان گریه میکنن. این حکمت خدا هست. کلمت الله هی علیا. میگه سخن من خدا میگه در همه جا بلند است. برای همین ما بنده های خداییم. ما امت های رسول اکرمیم. امروز من سنت پیغمبر امک زنده کرده. در بین ما یک مظلومی هست که با برکت او گناه های ما بخشیده می شود. در اینجا یک انسانی هست که با شب بخاطر خدا گپ میزنه. در اینجا انسانی هست که شب طرف حکمت خدا دست میبرداره. ما را نمیشناسیم. با واسطه برکت او الله جل و علا شانه در وجود ما در شیشتن ما در این معرکه ها فیض و فتوحات و برکت میتید. 5 چیز طرف مادر میره برادرها. علماها در کتابا وصف میکنن 5 چیز طرف مادر میره: خون، موی، روی، اندام، علم و اخلاق یک جایه. این طرف مادر میره. من خصوصا منطقه های شما اصفهان و همون منطقه های مردمی کانی بادام خیلی مردمی با اخلاق میبینم. معلومه که همه اوچهای خوب داره. مادرای شما مادرای خوبن. در دامن این خیلی مادرها آدمای با اخلاق به دنیا آمدگی هست. هر کسی اخلاق داره وای بوی میشوه. این حدیث رسول اکرم است. شما گمان نکنه که نماز خوان بوی میشوه. شما گمان نکنه حج را بوی میشوه. پیغمبر گفت کسی با اخلاق و تمیز و تربیت خدا در زندگی خاندان برکت میتیه. من همین مردمایی هستم و ما یگان گر در دین نزدیکی ندارن و یک پیغمبری ما باور ندارن. ای روی اخلاق و تربیه و تمیز انسانی بینه کشوراشون چقدر پیش رفته. کشورها پیش رفته. اما مردمایی هستن نماز میدونن، قرآن میدونن، سنت میدونن، همه چی میدونن، اما تمیز و اخلاق و تربیت ندارن. بینه که خودشان قدی همون منطقه هاشون خار و ذلیلن.